تا حالا به این فکر کردی که چرا بعضیا خیلی راحت پول در میارن و پولشون مدام بیشتر میشه ولی بعضیا همیشه لب مرزن و هی باید جون بکنن و تا آخر ماه کم نیارن؟ تو کلی زحمت میکشی، تلاشتو میکنی، ولی همیشه حس میکنی حسابت جور در نمیاد و ثروت یه چیز دست نیافتنیه. این حس گیر افتادن توی چرخه بی پایان که همش دنبال پول باشی خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنی توی آدما وجود داره. باور میکنی اگه بهت بگم مشکل نه بد شانسیته و نه میزان درآمدت؟ قضیه یه راز ساده ولی خیلی قدرتمند که آدمای پولدار همیشه ازش استفاده میکنن. این راز نه حقه است و نه جادو، یه تغییری توی طرز فکر، احساس و رفتارت نسبت به پول. و نکته مهم اینه که هر کسی میتونه این رازو یاد بگیره. قبل از اینکه بریم سراغ اصل موضوع باید یه چیز خیلی مهم رو بفهمیم و اونم اینه که پول مستقیما انعکاس طرز فکر توه. آره دقیقاً، طرز فکر و باورت نسبت به پول تا حد زیادی واقعیت مالی زندگی تو میسازه. فقط بیشتر کار کردن یا بیشتر پول درآوردن یا کمتر خرج کردن نیست. اینا کمک میکنن، اما اگه ذهنت پر از ترس و باورهای محدود کننده باشه پیشرفت مالی خیلی سخت و خسته کننده میشه. خیلی از آدما یه سری فکرای اتومات دارن که خودشونو باهاش خراب میکنن. پول درآوردن سخته. من به اندازه کافی خوب نیستم. پول خوشبختی نمیاره. ثروت مال آدمای خوش شانسه. این باورها تو رو بین خودشون زندانی میکنن و نمیذارن از نظر مالی آزاد بشی. اما آدمای پولدار چی؟ اونا ذهنشون رو تربیت میکنن. باورهای محدود کننده رو با باورهایی که رشد میارن عوض میکنن. حالا میخوام 3 راز رو بهت بگم که این طرز فکر قدرتمند رو میسازه. راز اول، پول یه ابزاره، هدف نیست. خیلی‌ها دوست دارن پولدار بشن اما با پول مثل یه هدف نهایی رفتار میکنن. این اشتباهه. آدمای واقعا موفق میدونن که پول وسیله است نه هدف. پول یه ابزاره، یه ابزار که اگه درست استفادهش کنی زمان و آزادی و قدرت انتخاب تو چند برابر میکنه. یه چکش رو تصور کن، میتونه خونه بسازه یا یه دیوار رو خراب کنه. مشکل چکش نیست، پول هم همینطوره. پول فقط چیزی رو که هستی بزرگتر میکنه. اگه آدم بخشنده‌ای باشی پول تو رو بخشنده تر میکنه. اگه مسئولیت پذیر باشی پول بهت آزادی بیشتری میده. ولی اگه بی‌نظم باشی پول مثل ماسه از دستت میره. راز دوم، زمان از پول ارزشمندتره. اگه پولو از دست بدی میتونی دوباره به دست بیاری، ولی زمان هیچ وقت بر نمیگرده. پولدارا زمان میخرن، معمولی‌ها زمان میفروشن. خیلیا هنوز فکر میکنن پولدار شدن یعنی بیشتر کار کردن، اضافه کاری، داشتن 2 کار، خواب کم. ولی هرچی بیشتر کار میکنن بیشتر نمیرسن. چرا؟ چون کسی که زمانشو با پول عوض میکنه همیشه یه سقف داره. یه شبانه روز فقط 24 ساعته. اما ثروتمندا میپرسن چطور میتونم کمتر کار کنم ولی بیشتر پول در بیارم؟ چطور پول میتونه برای من کار کنه؟ چطور زمانمو با سیستم‌ها، دارایی‌ها، آدم‌ها یا دانش چند برابر کنم؟ همه توی دنیا 24 ساعت داریم، از فقیر تا میلیاردر، و تفاوت توی نحوه استفاده از این زمانه. آدمای معمولی دنبال صرفه‌جویی توی پولن و آدمای پولدار دنبال صرفه‌جویی توی زمان. راز سوم، روی خودت سرمایه گذاری کن. پولدارها قبل از اینکه برن سراغ ماشین لوکس و خونه گرون اول روی خودشون سرمایه گذاری میکنن. آموزش، سلامت، آگاهی و ارتباطات قوی. چرا؟ چون ارزشمندترین دارایی هر آدمی خودشه. کسی که روی رشد خودش سرمایه گذاری میکنه تصمیم‌های بهتری میگیره و برای چالش‌ها آماده تره. آدمایی که همیشه در حال یادگیری‌ان یه مزیت بزرگ دارن. اونا توی چرخه دائمی رشد میافتن و پول هم همینطور طبیعی به دنبالشون میاد. اگه میخوای زندگی عوض بشه از خودت شروع کن. دوره، کتاب، سلامت جسم و روح. لازم نیست گرون باشه اما باید پیوسته باشه. در نهایت از همین امروز سعی کن مثل ثروتمندا فکر کنی. باورات، رفتارت و تمرکزتو تغییر بده. من میدونم که تو میتونی موفق بشی. اگه از این محتوا خوشت اومد ویدیو رو لایک کن. همچنین منو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا هر موقع ویدیوی جدیدی منتشر کردم مطلع بشی.